3 نفر در کویر شهداد کرمان که به نوعی اون کویر شهداد اکثرشون بلوچ‌نشینند، به هر حال بر اساس اون نگاه استعمارگرانه‌ای که وجود داشته، این قسمت ها از بلوچستان به نوعی جدا شده. در قسمت جنوب کرمان و هرمزگان بخش بسیاری از نواحی بلوچ‌نشین رو جدا کردن که به خاطر که اهداف خودشون رو دنبال کنن. 3 نفر اونجا کشته میشن به نام ناصر علیزئی، عثمان علیزئی و یک نفر که هنوز هویتش مشخص نیست. میرن توی یه خونه حمله میکنن، پدر و زن و کودک و همه رو بازداشت میکنن و بعد در سراوان متاسفانه بعد از کشته شدن دخترک معصوم فاطمه الزهرای حسین بر که بسیار بسیار دردناک بود، بسیار فجیع بود، و بعد اون رفتاری که با جنازش میشه، جنازه رو مسلم میکنن و بعد به آتش میکشن و الان همون موضوع تکرار میشه و 4 نفر دیگه تحت عنوان فهد سامیراد، عبدالرحمن بلوچزئی، ارشد بلوچزئی و برکت دیواری رو میان و به همون سبک و سیاق در بلوچستان و در سراوان از بین میبرند و میکشن. همش هم ما توی اخبار که دنبال میکنیم همین واژه افراد مسلح ناشناس بسیار آزاردهنده میشه. حاکمیتی که میاد ادعا میکنه که ما مقتدرترین امنیت رو برای تمام مملکت وجود آوردیم، کسی که حتی میان توی تلویزیونشون هم اعلام میکنن کسی که یک پیامک بفرسته این ور اونور ما میریم شناساییش میکنیم و بلافاصله دستگیرش میکنیم. این افراد ناشناس کیان که به این راحتی و با این فراغ خاطر میان میگیرن، میبندن، میکشن و بعد به آتیش میکشن؟ این همه فرصت دارن. به هر حال کسی که میخواد به قتل برسونه سریع اون محل قتل رو ترک میکنه. اینا اینقدر فرصت دارن، اینقدر آسودگی خیال دارن که میان به این راحتی تمام به قول معروف رفتارهای وحشیانه که بایستی انجام بدن رو تکمیل میکنن. اینها اولا این امنیت خودشون رو در کجا میبینن که این گونه میان رفتار میکنن؟ و ثانیاً این افراد ناشناس، افرادی که میان به صورت ناشناس کشتار میکنن، اینها از کجا خط و ربطشون رو میگیرن و چرا در ایام جنگ ما خبری از این افراد ناشناس نداریم و وقتی آتش بس میشه متاسفانه آغاز آتش در بلوچستان رو شاهد هستیم؟ اون چیزی که ما توی بلوچستان به اسم افراد مسلح ناشناس میشناسیم، اگه بخوایم به طور کامل این رو زیر ذره بین ببریم و دربارش صحبت کنیم، باید به ریشه همون موضوع قبلی که من گفتم نگاه امنیتی داشتن به بلوچستان برگردیم. طی سالهای اخیر خیلی بسیاری از نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات سپاه پاسداران و حتی برخی نهادهای دیگه مثل مبارزه با مواد مخدر، همه اینها سعی کردند که افرادی رو جذب خودشون کنند و به اونها اسلحه دادند. ما حتی سالهای قبل مستندات داریم که در واقع یک نهاد امنیتی به فردی که مثلا یکی از نزدیکانش کشته شده تماس گرفته، گفته که ما میتونیم اون مکان اون فردی که این رو اون قوم و خویش شما رو به قتل رسونده رو پیدا میدونیم، در واقع میتونیم اون رو بهتون بدیم، شما رو اسلحه بدیم و حتی شما رو حمایت میکنیم که برید انتقام بگیرید. این نشون میده که نهادهای امنیتی خیلی در این مسائل دارن دخالت میکنن و در واقع اصل موضوعی که نهادهای امنیتی الان دارن این پروژه رو جلو میبرند همین خود اداره اطلاعات سپاه و سایر ارگان‌های نظامی هستند. هیچ امکان نداره اونها مثلا میگن موضوعی که شما خودتون مطرح کردید که حتی میتونن کسی رو که پیامکی چیزی فرستاده به قول خودشون میتونن پیدا بکنن، دستگیر کنن، اون رو محاکمه کنن که چرا این کارو کردی. ولی آیا مگه میشه قاتلان مردم بیان به راحتی توی خیابون، توی شهر و هر جا که دلشون بخواد حمله بکنند، افراد رو بکشند و بعد راحت بتونن بگردن داخل شهر؟ طبیعتا این نشون میده که یک سری حمایت هایی دارند اینها و از یک جایی ساپورت میشن، از یک جایی اینها حمایت میشن و تداوم اینها هم خب نگرانی هایی رو بین مردم ایجاد کرده که متاسفانه داریم میبینیم. از سوی دیگه باز همین تیراندازی های فراقانونی خود نهادهای امنیتی نظامی ها هستن، موضوعی که همین چند روز پیش در کویر شهداد در کرمان رخ داده بود. جمهوری اسلامی هم این نهادهای نظامی همواره
زدند، مردم بلوچ رو کشتند و بعد اتهام این که اشرار بودند یا قاچاقچی بودند یا تروریست بودند رو به اونها چسبوندند. این سیاستی هست که سالهای سال ادامه داشته، هنوز هم ادامه داره و میبینیم که در زمانی که مثلا جنگ هست همه این افراد ناشناس به یک باره گم میشن و هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما همین که آتش بس بشه یا همین که در واقع متوقف بشه اون در واقع کاری که اون نهادهای امنیتی، کار اصلی که تامین امنیت هست، اون رو باز میبینیم که مثلا میان و اینها ظاهر میشن و به اون قتل و کشتار ادامه میدن. ما مثلا توی سال گذشته من آماری که ما تونستیم در سال 2025 جمع آوری بکنیم این بود که 407 نفر در سال 2025 یعنی در طول 12 ماه در بلوچستان کشته و زخمی شدن و همه عاملان اون هم افراد مسلح ناشناس بودن. خب میدونیم یه سری موضوعات مثلا طایفه‌ای و مشکلات اینا من میخوام جناب رئیسی، آیا این 407 نفر فرمودید یا 17 نفر، تمام این 407 نفر مردم عادی بودن یا شما بخش نظامیانی که در اینجا کشته شدن رو هم دارید روی این میارید، روی این آمار؟ نه این هایی که میگم فقط افراد مسلح ناشناس بودن، به هر حال یا مشخص نبوده یا به هر حال مشخص بوده. مشکلات مثلا شخصی اینا هم مشکل وجود داره، نه اینکه بگیم که هیچ مشکل طایفه‌ای، جنگ طایفه‌ای وجود نداشته. در بین اینا هست از این 407 نفر 266 نفر کشته شدن و 141 نفر زخمی شدن که بین اینا باز 8 تا زن کشته شده در بین کشته شدگان و 6 تا هم مجروح شده و در بین اینا حتی کودکان هم هستند که 16 تا کودک کشته شده و 15 تا مجروح شده. اینها فقط عدد نیستن، اینها زندگی بودن، اینها انسان بودند که به هر حال برای خود آرزوهایی داشتند، میخواستند اهدافی داشتند و میخواستند زندگی کنند. اما همین سیاست‌های جمهوری اسلامی، همین نهادهای امنیتی با مسلح کردن مردم متاسفانه باعث شدند که این ناامنی‌ها ایجاد بشه در بلوچستان و حتی در همین مدت جنگ هم گزارش هایی بود که با افراد تماس گرفتند و گفتند که اسلحه بهتون میدیم بیاین مسلح بشین و بسیاری هم حتی مسلح هم شدن. علاوه بر این که بعضیا رو مسلح کردن و بعضیا حتی ماهانه مبلغی هم میدن که اگر حالا به بهانه اینکه جنگ هست و شما مسلح باشید، اگر مثلا حمله زمینی اتفاقی چیزی افتاد، شما مثلا از جمهوری اسلامی، از نظام، از به هر حال خاک به اصطلاح به گفته اونا دفاع بکنید، در صورتی که همه اینها قبلا هم بوده، الان هم خب بیشتر شده طبیعتاً با این جنگی که با این توزیع سلاحی که در دوره جنگ 40 روزه انجام شده و اینها همه ناامنی میارن برای بلوچستان و شاهد هستیم که ما مثلا توی همین مدت کوتاه 10-12 روز مثلا سراوان 4 نوجوان 18-19 ساله با اون شکل فجیع کشته شدن، یا فاطمه زهرا که مثلا اون هم توی منطقه گشت از سراوان بود، هم با اون وضع فجیع کشته شده و جسدش هم سوزونده بودن. خب اینها مواردی هستند که ما داریم میبینیم و نتیجه همون نگاهی هست که به هر حال جمهوری اسلامی داشته، این سیاست هایی که داشته، توزیع سلاح و حمایت افرادی که در طول سالها انجام داده. ما مثلا توی سالهای قبل مستنداتی خود حتی دستگاه قضایی هم اینها رو در واقع منتشر نکرده بود، ولی به دست همون افراد داده بود که اقوام قربانیان بودن و به دست ما رسیده بود. دیدیم که افرادی که کشته شده بودند با سلاح نیروهای نظامی، بعد اون تحقیقاتی که انجام داده بودند روشون با سلاح نیروهای نظامی کشته شده بودند و بعد از اون دیدیم که مثلا 2 طایفه رو به جون هم انداختن و در اون بین چند نفر کشته شدند تا بعد از مدت‌ها، بعد از چندین سال این موضوع حل شد با پادرمیانه علما و معتمدین و به هر حال فعالان مدنی که در منطقه هستند. این سیاستی بوده که متاسفانه همواره بوده و هست متاسفانه.